کمک مالی آریانا سعید و فرهاد دریا برای زلزله زدگان ایراد. آیا با واقعیت این پول برای مردم ایراد خواهد رسید؟ مقدار این پول چقدر خواهد بود؟ ما در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهیم پرداخت. پس در ادامه با ما باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال ما هم آگاه شوید. زلزله ایراد یک اتفاق طبیعی بالای مردم رنجدیده افغانستان که این اتفاق ناگوار در 15 سنبله اولی ساعت‌های 1 تا 4 عصر مناطق زیادی از ولایت ایراد و دیگر ولایات همجوار ایراد و شمول غور و غزنی را به لرزه درآورده بود. تعداد از زخمیان این حادثه بیشتر از 5000 نفر است و تعداد تلفات این حادثه مرگبار بالای 3000 نفر تخمین زده شده است. این همه در حالی است که تاکنون یک نهاد جهانی و محلی برای مردمان ایراد کمک و همکاری نکرده است. در اولین اقدام آریانا سعید و فرهاد دریا و شمار زیادی از شبکه‌های خبری دست به دست هم داده تا از طریق سایت آنلاین کمک‌های مالی جمع‌آوری کرده و برای مردم ایراد ارسال کند. آریانا سعید در صفحه اینستاگرام خود چنین بیان کرده است: هموطنان عزیز، طبق وعده با همکاری جمع از چهره‌های مسئول کشور به ویژه هنرمند محبوب ما آقای فرهاد دریا و همچنین مسئولین روزنامه 8 صبح به کمک هموطنان خود در ایراد اقدام نموده ایم. بیایید با هم در این شرایط دشوار هموطنان دردمند ایراد را تنها نگذاریم. تمام کمک ها توسط همکاران روزنامه 8 صبح و زیر نظر آقای فرهاد دریا و بنده مستقیما به بازماندگان این رویداد ویرانگر خواهد رسید. این همه در حالی است که شمار زیادی دیگری هم از چهره‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی افغانستان دست به کار شدند و کمک‌های برای مردم ایراد ارسال کردند. ما هم روی تمام شهدا را شاد و برای زخمیان این حادثه ناگوار شفای کامل از خداوند منان خواهانیم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال ما هم آگاه شوید. سلامتی شما آرزوی ماست. تا درودی دیگر، بدرود.